به نام و یاد خدای بزرگ. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. عزیزان همتان را خوش آمدید میگم به درس جدیدتان. امروز قرار است که حروف لین را بخوانیم و عملا در درس خود کارش کنیم. در درس گذشته ما خوانده بودیم حروف مدی را و امروز میخوانیم حروف لین را. خب عزیزان، حروف لین که هست فقط یک شرایط داره و 2 حرف شامل از می باشه. هرگاه کلمه واو باشه و حرف ما قبل واو، یعنی حرفی که پیش از واو میایه زبر داشته باشه، و حرف یا که حرف یا بیایه و حرف ما قبلش زبر داشته باشه، برای گفته میشه یای لین، واو لین و یای لین. خب عزیزان، ایره در درس خود به صورت ایره عملی میکنیم، انشالله که بهتر و بهترتر میفهمین. خب در نخست من براتون قسم یک مثال میتونم که بهتر بفهمین. مثلا واو لین چه قسم است؟ مثلا حرف ما قبلش باست و زبر داره، میگیم با واو زبر باو، ای چی شد؟ واو لین. و یای لین با یا زبر بی، یعنی پیش از واو و پیش از یا که حرفی که می باشه او زبر داشته باشه، برای یا چی گفته میشه؟ واو لین و یای لین. حالا در درس خود کارش میکنیم، انشالله که بهترتر بفهمین. بسم الله الرحمن الرحیم. تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، ثا واو زبر ثو. در هنگام خواندنش متوجه باشین، اول چی میگیم؟ ثا، بعدش واو، بعدش زبرش. ثا واو زبر ثو، ثا اول، یا زبر ثی، ثا یا زبر ثی. دال واو زبر دو، دال یا زبر دی. ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذی. را واو زبر رو، را یا زبر ری. زا واو زبر زو، زا یا زبر زی. سین واو زبر سو، سین یا زبر سی. شین واو زبر شو، شین یا زبر شی. صاد واو زبر سو، صاد یا زبر صی. ضاد واو زبر ضو، ضاد یا زبر ضی. طا واو زبر طو، طا یا زبر طی. ظا واو زبر ظو، ظا یا زبر ظی. لام واو زبر لو، لام یا زبر لی. نون واو زبر نو، نون یا زبر نی. امزه واو زبر او، امزه یا زبر ای. با واو زبر بو، با یا زبر بی. جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جی. حا واو زبر حو، حا یا زبر حی. خا واو زبر خو، خا یا زبر خی. عین واو زبر عو، عین یا زبر عی. غین واو زبر غو، غین یا زبر غی. فا واو زبر فو، فا یا زبر فی. قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قی. کاف واو زبر کو، کاف یا زبر کی. میم واو زبر مو، میم یا زبر می. واو واو زبر وو، واو یا زبر وی. ها واو زبر هو، ها یا زبر هی. یا واو زبر یو، یا زبر یی. خب شاگردان عزیز، این هم بود درس امروزتان که ایره ما هم از طریق تعریف و هم از طریق عملی ساختنش خواندیم. در یادگیری این درس ها خیلی متوجه باشین، به خاطر از این که این درس ها که هست در اینجا بر ما ابتدایی معلوم میشه، آسان معلوم میشه، ولی در قرآن عظیم شان خیلی یک درس مهم است که اگر ما اینا رو یاد نداشته باشیم نمیتونیم تجوید درست مراحت کنیم. پس با دقت کامل این درس ها را گوش بگیرین، نوت هایش را پیشتان بگیرین
و توجه جدی برش داشته باشین و کوشش کنین که علم قرآن را از جان و دل بخونین و یاد بگیرین. حالا که شما این صنف را آغاز کردین، این کدام گپ ساده نیست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که ما یرید الله خیرا یوفقه فی الدین. میگه که خداوند متعال درباره هر بنده خود که نیت خیر کنه، او را چی میکنه؟ خداوند متعال در دین خود آگاه و دانا میسازه. و چی کسی در دین خدا آگاه و دانا است؟ کسی که علم را از اولش آغاز میکنه و تا انتهایش او را میرسانه و بعد از رساندنش کوشش، یعنی بسیار نهایت کوشش خود میکنه که او را به شکل درست یاد بگیره و به شکل درست او را بخوانه و بعد از او برای مردم هم چی کنه؟ تدریسش کنه. پس در این راستا که شما قدم گذاشتین راستای خیر و نیکی هست. پس این راستا را تا آخر به شکل درست و عالیش، قسمی که شایستهش هست اما قسم پیش ببرین که خداوند متعال هم برای شما علم را بده و هم پاداشش را بده. عزیزانی، هم بود درس امروزتان. در نخست با دقت کامل گوش کنین. بعد از گوش کردن تمرین بیش از حد داشته باشین. قسمی که دیگه خدا مطمئن بسازین که من را درست یاد گرفتم و بعد از او کارهای خانگیتان را انجام بدین تا که من هم ارزیابی کنم و ببینم که چقدر درستان درست است و نیست. خب بر فعل اوقاتان خوب و خوش. الله رحمان حافظ.